ملت عزیز بلوچستان، منی برادرگاه‌های بلوچ، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما گو برنامه بلوچی دیوان و این برنامه واقع بیده در ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه لطف و کرم الله سبحانه و تعالی در حق امت اسلامی. اهمیت و ارزش ماه مبارک رمضان از ادون معلومه بید که الله سبحانه و تعالی قرآن کریم یعنی دستور زندگی، سعادت و خوشبختی بشریت در همه ماه مبارک رمضان نازل فرمایند. در شب قدر الله سبحانه و تعالی قرآن کریم از لوح محفوظ به آسمان دنیا کاریده و به صورت تدریجی کلام الله سبحانه و تعالی بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل بید. الله سبحانه و تعالی فرماش کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الله سبحانه و تعالی فرماش کند که ماه مبارک رمضان همان ماهی که در اشیا قرآن نازل بید. قرآن چین؟ قرآن هدایت به تمامی بشریت، به تمامی انسان. نه تنها هدایت بلکه بینات، یعنی بیان حدود الله سبحانه و تعالی در این کتابات که نه تنها ایش بلکه کتاب الله سبحانه و تعالی یعنی قرآن کریم فرقانه، جدا کننده حق از باطله. که الله سبحانه و تعالی قرآن کریم ای کتاب سعادت و خوشبختی بشریت در دنیا و آخرت در همه ماها نازل یکند و به تدریج آیات بر اساس شرایط بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل بند. چه ایمه دستور الهی، ایمه شریعت، ایمه مصدر که کتاب الله سبحانه و تعالی ببید در همه ماها نازل بید و ای فد بیانگر عظمت ای ماه مبارک رمضانی که کلام الله سبحانه و تعالی در همه ماه نازل بید. قرآن کریم نازل بیده که دستور زندگی بشریت ببید، از جانب خالقات کرد. در اشیا سعادت و خوشبختی می الله سبحانه و تعالی قرار داده. حد و حدودی در کلام فد الله سبحانه و تعالی به ما مشخص کرده و هرچی از شریعت و احکام که در کلام الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم که تمام به خیر و مصلحت انسان. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آشکار کننده یا مفسر کلام الله سبحانه و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شارح کتاب الله سبحانه و تعالی. بخاطر همیشه الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم همیشه به ما متذکر بید که از الله اطاعت کنید و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یا اگر شما من الله دوستین قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله.
تبعیت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بکنید، الله سبحانه و تعالی شما را دوست داره. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شارح قرآن کریمه که از جانب الله سبحانه و تعالی نازل بیده. ما در ماه رحمت قرار گرفتیم. تمامی ماهای سال ماه رحمتند و درش شکی نیست. اما الله سبحانه و تعالی به این ماه مبارک رمضان یک سری ویژگی ها و امتیازات خاصی ارائه کرده که هر انسان مسلمان اگر به این امتیازات برسید اجر و پاداشی چندین برابر بید. و الله سبحانه و تعالی در این ماه دروازه های جهنمی بستگند، شیاطین به غل و زنجیرند، شرایط به ما فراهم میکنه که بتونن به الله سبحانه و تعالی بر بگرده، بتونن جبران مافات بکنیم، بتونن توبه بکنیم. روچک بگ ماه مبارک رمضان فرضه به هر انسان مسلمان بالغ عاقل. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرماشگن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روچک بگ ماه مبارک رمضان بر امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرض بیده، همانطوری که روچک بگ به امت های پیشین هم بیده. ولی هدف از این روچک بگ چین؟ آیا هدف از این روچک بگ ایشون که ما فدا از ورگا باز بداره؟ آشامیدن و مرگ بکنه، خوردن و مرگ بکنه و بس؟ نه، هدف فقط ایش نین، بلکه مهمترین هدف از اهداف روچک بگ همیشند که الله سبحانه و تعالی در آخر آیه فرماشه کن لعلکم تتقون، ببید که شما تقوا پیشه بکنید، ببید که شما از الله سبحانه و تعالی بترسید. ترس الله سبحانه و تعالی یعنی چه؟ یعنی ایش که ما حدود الله سبحانه و تعالی مراعات کنیم. چیزی که الله سبحانه و تعالی به ما تعیین کده، اگر چیز امری کده که ایشو انجام بدین، ما باید آشی انجامی بدین. اگر نهی کده که ای عملا ای کارا انجام مدن، نباید آشی انجامی بدین. اگر چیز الله سبحانه و تعالی به ما حرامی کده، ما هم باید آشی حرام بزنین و فد از آشی دیر بداره. اگر چیز الله سبحانه و تعالی به ما حلالی کده، ما باید کوشش بکنیم که فدا به همه حلال برسونیم. ما را باید حرص ببید به اشیا که حدود الله سبحانه و تعالی مراعاتش کنیم. اشیا که تقوای الله سبحانه و تعالی، اشیا که پرهیزکاری. شما بچاره یک انسان یا مثال جنه الوتید یا محرگی الافا یا باغی الافا پادری حرکت کرد، مو ای زمینی که الوتید ای راه برفت پر رک کنتگی، ایشی چم، ایشی حواس، ایشی فکر و ذهن بچار شتا مراقبه بید که احیانا یک کنتگ ایشی پادا من اندید هنچوش که راه رواگین. تقوای الله سبحانه و تعالی هم ما باید هنچوش پیشه بکنیم. باید حریص ببین، باید فدی فکرها، فدی ذهنها، فدی قلبا تمام متوجه ایشی بکنین که حد و حدود الله سبحانه و تعالی مراعات بکنین و فدا در حرام الله سبحانه و تعالی مپرینین. چه هدف از روچک بگا ایش این که ما تا جایی که اتونن به سمت الله سبحانه و تعالی با هدف پرهیزکاری دیما بریم، با هدف خدا ترسی دیما بریم. وقتی ما روچک بین، اول کل باید فدی نیتا خالص به الله سبحانه و تعالی بکنیم. ما روچگی نباید از روی عادت ببید، از روی ریا ببید، به زور ببید، مجبورم بکنن پدومات یا براد یا دوست و رفیق روچک ببید به زور. نه، بلکه ما باید در درجه اول فدی نیتون خالص بکنیم به الله سبحانه و تعالی. این خیلی مهمه که ما با خلوص نیت، با رغبت به سمت الله سبحانه و تعالی حرکت بکنیم، افتخار بکنیم که ما یک واجبی از واجبات الله سبحانه و تعالی ادا میکنیم.
هنچوش مهم این که ما فدی زبانا در این ماه مبارک رمضان عادت بدین، تمرین بکنیم به ای که غیبت ها مرگ بکنیم، تهمت ها مرگ بکنیم. زبان ها فدی ها عادت بدین و حریص ببین، مراقب فدی زبان ها ببین که احیانا یکی غیبت ها مکنیم، به کسی تهمت مجنین، بد اخلاقی مکنین، فحاشی مکنین، لعن مکنین، طعن مکنین. این همه تقوای الله سبحانه و تعالی، این همه تقوایی که ما باید پیشی بکنیم. هنچوش ما باید مراقب فدی چمون هم ببین. ما باید مراقب ببین که چم دچار گناه و معصیت الله سبحانه و تعالی مبید و ای چم ما عادت بدیم به پرهیزکاری و تقوای الله سبحانه و تعالی. از چه راهی؟ از این راه که ما فدا باز بدارن از نگاه یا از چارک به هر چیزی که حرامه و جایز نیست که ماشی بچاره، نامحرم و غیره. چه فقط می لاف و شکم نین که روچک بید، بلکه می چم هم باید روچک بود، می زبان هم باید روچک بید، می گوش هم باید روچک بید. اگر یک انسان، اگر یک فرد که در این ماه شما را یک فحاشی کن، یک دعایی داد، یک گپ بده به شما گشید، پرخاش کن، شما آشی جواب با بدی مدد و شما بگشید که من روشگم. چرا؟ چون این انسان مسلمان حریص بر اشیا که احیانا روچگی ضعیف مبید، حریص بر اشیا که مبادا من یک گپ بجنم و به سبب آشیا منی روچگی الله سبحانه و تعالی قبول مکن، من چیز بچارم که جایز نین و به سبب آشیا الله سبحانه و تعالی منا آروچه اجرا مداد. تمام جوارح ما باید در این ماه مبارک رمضان روچک ببید به این نحو که حد و حدود الله سبحانه و تعالی حریص ببین که خوبی انجامش بدن و فدا عادت بدن به این اخلاق، به این رفتار، به این کردار خدا ترسی که در ماههای بعد به همه شکل و به همه شیوه هم پیش بره. و چوش مبید که فقط مختص ماه مبارک رمضان ببید ما تقوا و خدا ترسی، گویا رند ماه مبارک رمضان هرچی دلت لطیف کن، نه خیر. این از خصلت و از خصوصیات یک انسان مسلمان نه. چه هر انسان مسلمان عاقل بالغ این ماه مبارک رمضان باید با خلوص نیت روچک بگید، به سمت الله سبحانه و تعالی حرکت بکن. اگر احیانا دچار لغزش بیده، دچار گناه بیده، دچار معصیت بیده، این ماه جبران بکن. این ماه که الله سبحانه و تعالی تمامی زمینه و بستری آماده کرده به خاطر اشیا که بنده‌ای و عبدی به سمت اشیا بر بگردید، به سمت ذات پاک الله سبحانه و تعالی بترید، این فرصت از دست مدید که بعد پشیمان بید. کار بکنید اما فدی وقتا در این ماه بهش اختصاص بدید به عبادت الله سبحانه و تعالی. کوشش بکنید به فد یک محیط معنوی که سازگار رضای الله سبحانه و تعالی به فد شهر بکنید. من لطفاً بعضی از اعمالی که در این ماه مبارک رمضان خیلی مهم ما انجامش بدین و فدا به ایشون عادت بدین و به همین نحو پیش برین در ماهای دیگه، ایشون امشب خدمت شما مطرح بکنم. مسئله اول ایشون که ما اگر احیانا قرآن زرته در یک تاقچه اتاق یا ارکدا مرگین کده، اگر احیانا کلام الله سبحانه و تعالی فقط مختص اشیاء بده که یک مرده از دنیا برفت و گذا چند نفر جمع بکنن و بیاد مردم قرآن ها بمونید، اگر این کار کردن دیگه از این ماها دیگه بر بگردن به ای که کلام الله سبحانه و تعالی همه طور ما از آشیا بهره ببرن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ماره گشته، همه طور از کلام الله سبحانه و تعالی بهره ببرن که اصحابون انجام داده، اصحابون کده، خلفای راشدین بر آشیا بیدگن.
آشون قرآنش مختص فقط آشون به هیچ وجه البته قرآنش مختص اشیا نکده که یکی از دنیا مرد گره بیارد قرآن بوند، نه، بلکه قرآن یک دستور زندگی بیده که ایشون ونته معنیش زنته و به مقتضیات آیات هم عملش کده، حریص بیده یعنی که عمل بکنه و تصدیقش کده. چند آیهش حفظ کده و این حفظش فقط به خاطر اشیا نه که یک چیز یاد بگیرن تو حفظ ببند بس، بلکه حفظش کده، با اشیا عملش کده، تطبیقش کده در فدی زندگی ها و بعدش دادن چند آیه دیگه. ما هم باید همچوش بکنیم و این کلام الله سبحانه و تعالی در زندگی فد به عنوان یک کتابی که از جانب خالق عاد کرد، با شوق و اشتیاق و رغبت به سمت بریم و ایشی همیشه در زندگی فد در باز بکنیم و روزانه یک صفحه، دو صفحه، نیم جز، یک جز، دو جز از کلام الله سبحانه و تعالی بخونیم. اگر قبل از ماه مبارک رمضان ما این کار نکوده، از الان شما شروع کنید تلاوت قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان. کوشش بکنید حداقل یک دوره کامل کلام الله سبحانه و تعالی قرآن کریم بخونید، یک دوره ختم بکنید و از دست مدد این فرصتی که الله سبحانه و تعالی در اختیار شما قرار ده. هر عملی که شما در این ماه انجام بدید چندین برابر حسناتی بیشتر. در این ماه شبی هستند به نام شب قدر که از 1000 ماه برتره. ما بچه این فرصت از دست بده. لذا اگر در حق قرآن کریم، در حق کلام الله سبحانه و تعالی ما کوتاهی کده، در این ماه اما قرآنی که بلکن در اتاق یا ایر بیدا ما اصلا نچاره دگین، هماشیا بیارن و از همه الان باز بکنین داره و بنندن بواننی، نه فقط بواننی بلکه معانیونی بزانن و احکامونی بزانن. مروچ الحمدلله رب العالمین کتابات تفسیر خیلی فراوانند. مرو خود اینترنت شما هر چی بلوتید اتون راحت پیدا بکنید و علما الحمدلله هم زیادند. استفاده بکنید، بهره بگیرید از علما در فهم و درک قرآن کریم. این یک مسئله. مسئله دیگه شون که اگر ما احیانا گفتی خیشاوندم، گفتی صله ارحامم دیر بیدگیم و ایشون جست نکده و احیانا کدورت بیده که سبب تفرقه بیده بین طایفه و خیشاوندون، بین صله ارحامم، دیگه در این ماه بتره به خاطر کسب رضای الله سبحانه و تعالی بریم و فدی صله ارحامو برقرار کنیم. و هنر ایش این که یکی از شما خیشاوندان و طایفه ای صله ارحامو گو شما قطع بکن ولی شما برید وصلی بکنه، نه اینکه منتظر بود که آش بیاید. اگر البته واقعا اجرا بگیرید، اگر واقعا به دنبال کسب رضای الله سبحانه و تعالی، ما باید پیش قدم ببین در برقراری ارتباط و گفتی صله ارحامو، نه اینکه به مقابل ببید. اجر در آشین که دیگری ترا مرگ بکن از تی خیشاوندون، از تی صله ارحامو ولی تبره گو آشیا. اشیه گشن صله ارحام و در ای ما حریص بود که فدی صله ارحامو بگندد، ملاقاتش بکنید، یک سری به فدی صله ارحامو بجنید. ای هم از راه های کسب اجر در ای ماه مبارک رمضان. توانایی هستین کوشش بکنید که صدقه بدید. صدقه فقط پول دعگ نی، صدقه بلا از شما دیره کند، در شما رزقا برکت و اکارید. و منو یادم که یک انسان مؤمن فقیر تعریف کند اگه شید که من انسان فقیر یادم، بله من احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منتگن در باب صدقه دعگ، آیات منتگن الله سبحانه و تعالی در باب صدقه دعگ که هر کسی که صدقه بداد الله سبحانه و تعالی آشی صدقه آشی خیرات چندین برابر کند و چندین برابر یاداد و هیچ کسی مال گو صدقه دعگ کم نبیده بلکه بیشتر بیده. ای انسان مؤمن و صالح
که بعد تبدیل بید به یک انسان خیر صاحب ماله، اگه شید که من فدی مال به صدقه دک به دست آورده. منا چیز نه بله همه چیزی که هسته گو یک مسکین یا نصف نکده، بهر نکده. گو فدی همسایه که محتاجه بهر نکده. هر روز اترددون که یک فقیر مسکین پیدا بکنون و فدی دست خیر را دراج بکنون، چیزی که من از رزقا هستین آشی هم به نصیب مکنم به سبب همیشه الله سبحانه و تعالی مروچ اگشی من یک تاجر کده، مروچ من تبدیل کده به یک انسانی که یک خیر اگشی در اختیار من است. چه اگر واقعا الوتد که در زندگی شما برکت بیاد، رزق بیاد، یکی از اسباب مهمی ایش این که شما صدقه بدید. اگر الوتد که بلا و بیماری و مصیبت از شما زندگی ها دیر ببید، یکی از اسباب مهمی همیشه که شما صدقه بدید. و فکر مکنید که اگر شما دست فدی کیسه و کد و 1000 تومان و درگه و یک یادا شما فقیر بدید، بلکه الله سبحانه و تعالی هنچوش که وعده ای داده ای شما 1000 تومان چندین برابر کن. به شرط چه؟ به شرط اشیا که ریا مبید، به خاطر اینکه مردم بگندند مبید، به خاطر افتخار مبید، به خاطر کبر و غرور مبید. فقط و فقط نیت ای بید که الله سبحانه و تعالی از شما راضی ببید. فقط فدی نیت و خالص بکنید به الله سبحانه و تعالی که الله از ما راضی بید. ما هدف فقط کسب رضای الله. بچارت گل الله سبحانه و تعالی چتا ایشیه عوض به شما اترینید و چندین برابر شما را داد. و خاصتا در این ماه مبارک رمضان از فدی همسایه‌ان غافل مبید. اگر همسایه فقیری هستن، اگر دوست و رفیق فقیر و مسکینی هستن، اگر یک انسان محتاجی اگندید، به هر طریقی که اتونید کمکی بکنید، به هر روشی که اتونید دسته بگیرید. همه اعمال صالح شما سببند که الله سبحانه و تعالی توجه ویژه بکن به شما و شما مشکلات و شما مصائب رفع بکن. بچه به خاطرش که هر کار یا یک سبب به کار می کسب رضای الله مستلزم میشین که ما به سمت الله سبحانه و تعالی، به سمت رضای الله سبحانه و تعالی حرکت بکنیم و صدقه دک از جمله همین اسباب مانه. لازم کوشش بکنیم که فدا به صدقه دک مزین بکنیم و فدا محروم مکنه از صدقه دک. از دیگر اعمالون که خیلی مهمه در این ماه مبارک رمضان ما فدا باشیا عادت بده، با رغبت فدا عادت بده، مسئله تسبیح الله سبحانه و تعالی و استغفار. استغفار به شدت تا اتونت استغفار بکنید. ما همیشه در معرض خطا و گناه و اشتباه و معصیت قرار گیریم. انسان بشر اشتباه کند، خطا کند و جبران این اشتباه و خطایش این که ما به شدت استغفار بکنیم. اگر الوتن که الله سبحانه و تعالی در می مالا برکت بدار، اگر الوتن که الله سبحانه و تعالی در می چکون برکت و ارکن، اگر الوتن که الله سبحانه و تعالی به طور عموم در می زندگی و برکت رو بیارید، استغفار بکنید، به شدت استغفار بکنید، تو اتونید استغفار بکنید، چون الله وعده داده. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله سبحانه و تعالی وعده داده که اگر شما استغفار بکنید، الله سبحانه و تعالی شما گناهان بخشید. این آسمان پیاپی بر شما نازل کند. اگر شما ملک حور نیستی، خشکسالین، استغفار بکنید، توبه بکنید. و الله وعده داده که آب ملتی او قومی که استغفار کند و به مقتضیات ای توبه و استغفار هم عمل کند. نه اینکه استغفار بکنه آزاد ما گناه، استغفار بکنه آزاد ما به هم فدی حرام کارون دست بجن، نه، بلکه استغفار بکن، توبه بکن و به مقتضیات توبه عمل بکن. الله سبحانه و تعالی وعده داده که من این آسمان پیاپی باشون نازل کنم. یعنی چی؟ یعنی من فدی باران رحمت از آسمان به ایشون نازل کنم. و یمددکم به اموال. الله سبحانه و تعالی وعده داده که اگر شما استغفار بکنید، من شما را مال دادم. اگر چوک نیستین، من شما را چوکدان فرزند دادم. پس تمامی
وعده های الله سبحانه و تعالی حقا و اگر اشکال هستن در خود ما، در نحوه استغفار ما که ما استغفار با خلوص نیت نه، با جبران مافات نه، بلکه ما استغفار اگر الوتن که گو وعده های الله سبحانه و تعالی محقق ببید، باید ای استغفار و ای توبه صحیح و درسته ببید، اظهار ندامت و پشیمانی از گناه ببید و دیگه ما کوشش مکنه به سمت آ گناه برین و جبران بکنه مافات چیزی که اشتباهاتی که ما در قبل کردن، معصیت و گناهی که ما پیش دارا کردن شما مرگ بکنه و به سمت الله سبحانه و تعالی به سمت عمل صالح حرکت بکنه. مسئله خیلی مهم دیگری که در این ماه من لطفاً به شما اشیا متذکر بما مسئله دعا. دعا عبادته. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند که دعا همه عبادته. دعای ماه مبارک رمضان یکی از مواضع خیلی مهم اجابت دعای. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند که 3 دعوات مستجابات، 3 دعا هستند که اجابت بند، 3 دعا کننده هستند که دعاش اجابت بید. اولین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند دعوت الصائم، دعای انسان روزدار، انسانی که روچگن، آشی دعا الله سبحانه و تعالی بلا فاصله اجابت یکند. چه این ماه مبارک رمضان که ما روچگن، از این فرصت ما خوب استفاده بکنین و فدا از دعا و دسته برس کنه و به سوی الله سبحانه و تعالی محروم مکنین. اگر مشکل اینها، اگر حاجتی اینها، اگر کم رزقین، اگر مصیبت سرنات که فریاد بکنین گو الله سبحانه و تعالی و این دستون برز بکنین. انسان روزداری که به الله سبحانه و تعالی روچگن، به خاطرشه که الله سبحانه و تعالی از آشیا راضی ببید، فدای از ورگا از ای حلالون باز داشته، چون امر الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی اشی دستا خالی برای نگردنید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند که 3 گروه هستند یا 3 دعا کننده هستند که ایشون دعا اجابت بید. یکی دعوت الصائم، یکی همه فرد که روچگن الله سبحانه و تعالی دعا اجابت کن، و دعوت المظلوم، دعوت انسان مظلوم، و دعوت المسافر، و دعوت انسانی که مسافره. در حدیث دیگر کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند و ان لكل مسلم فی کل یوم و لیله دعوت مستجابه، برای هر مسلمانی در طول شبانه روز یک دعوت مستجابی هسته. یعنی شما وقتی دستا در این ماه مبارک رمضان به سوی الله سبحانه و تعالی برز کنید و از الله سبحانه و تعالی فدی حاجت علوتید، در طول شبانه روز مطمئن ببید که الله سبحانه و تعالی شما دعا اجابت کنه. به هر مسلمانی، و ان لكل مسلم، یعنی به هر فرد مسلمانی در طول شبانه روز یک وقتی هست که الله سبحانه و تعالی دعای اجابت کنه. پس فدا از دعا در این ماه مبارک رمضان محروم مکنید. آخرین چیزی که من البته در مورد ماه مبارک رمضان خدمت شما عنوانی بکنم ایشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. این حدیث خیلی مهمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کردند که هر کسی که ماه مبارک رمضان روچک ببید ایمانا و احتسابا، با ایمان و با احتساب اجر و پاداش، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه های گذشته تمام معافی بند، بخشیده بند. و چه فرصت از اشیا بیشتر، چه نعمت از اشیا بیشتر که الله سبحانه و تعالی به سبب همین روچک بگه ما در ماه مبارک رمضان ما گناه ببخشید، ما گناه معاف بکن، ما را پاک بکند. اما این نعمت حاصل نبید مگر ایش که 2 شرط در وجود ما ببید، هنچوش که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که ایمانا و احتسابا، با تصدیق و ایمان ببید و با احتساب اجر و پاداش ببید. ما حریص ببین
به اشیا که الله سبحانه و تعالی ما را اجر و پاداش را بداد. ما با ایمان، با خلوص، با اخلاص، با محبت، با رغبت به سمت روشک بک بریم، نه با زور، نه با جبر، نه با امر و نهی پدوماد یا امر و نهی دوست و رفیق و براد، نه به خاطر ریا، بلکه به خاطر الله سبحانه و تعالی. اگر واقعا می روچک بک در این ماه مبارک رمضان به الله سبحانه و تعالی ببید، با ایمان و با احتساب اجر و پاداش ببید، انچوش که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده کن غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه معاف بند، گناه های گذشته تمام معاف بند. و من امیدوارم که الله سبحانه و تعالی اولا ما را اخلاص نیت عنایت بکن بر اشیا که فدی روچگی ها بگیرن به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی، به خاطر اشیا که تقوی الله سبحانه و تعالی پیشه بکنیم. این اولین مسئله. دوما از تمامی شما الوتون که در این ماه مبارک رمضان دعا بکنید. دعا فقط در حق فد نه، بلکه در حق فدی ملت ها، در حق فدی دوست و احباب و رفیق و پدوماد و در حق امت اسلامی. بالاخص دعا بکنید در حق ملت بلوچ و بلوچستان و از الله سبحانه و تعالی بلوتد که ملت بلوچستان ملت موحد و یکتا پرست بکن، زندانیونش آزاد بکن، فقیرونش غنی بکن و سعادت دنیا و آخرت نصیبش بکن. هر دعایی که شما در حق فدی برادا کنید، در حق فدی هم قوم و هم کیشا یا فدی براد مسلمان و مؤمنات، هر دعایی که شما در حق یک انسان دیگری کنید، مطمئن ببید که الله سبحانه و تعالی در حق شما هم اجابتی کن. چرا؟ چون فرشته وقتی که شما به دیگر انسان یا دعا کنید، فرشته گشه آمین و به ته هم مثل همیشه هست. انشاءالله بحث امشب مورد توجه تمامی شما قرار گرفت بیده. التماس دعای هستیم، ما را هم در دعای خیر فد فراموش مکنید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.